من نمیخوام برای فعالیت کسی را بها دیم. این هر یک کس یعنی که استیل راهبری خودش دارد و من وقتی که بیرون من در مسکو تحصیل کردم. من در مسکو در اسپرانتورا بودم. من 12 سال در مسکو زندگی کردم، سالهای جوانی ام و من بسیار یاد دارم که ما زیایان تاجیک، دانشجویان تاجیک همراه بودیم، سازمان ها ساختیم، برای ملت خود کوشیدیم که ملت ما در اون دوران شوروی هم یعنی معرفی شوند. یک کارهای بعضی کارها هم در اون وقت هم انجام دادم و من سالهای زیاد نبودم. من در روسیه نبودم، من در اروپا بودم، در آلمان بودم، در تاجیکستان بودم و من از اروپا یا که از آلمان یا از تاجیکستان اون مسئله مشکلی هایی که تاجیکان یا تاجیکستانی ها در روسیه دارن من میدیدم و شاید برای من آسانتر بود که از یک طرف اون کمبودی و پرابلم هایی که هست من اون را شاید بیشتر خوبتر میدیدم، چرا که من از دور بودم. و ببینید که باوری رهبری کشور بود. من هیچ وقت در فکر و خیالم نبود که من در روسیه تاجیکستان را نمایندگی میکنم، دولت تاجیکستان را نمایندگی میکنم. تقدیر بوده است که رهبری دولت رئیس جمهوری تاجیکستان با من باور کردند و یکی از وظیفه‌های پرمسئول دیپلماتی با هر حال وظیفه دشوار هم باشد، اما وظیفه پر افتخار و پرمسئول است و باور کردم. من فقط میخواستم در فعالیت خودم با باوری مردم ملت خود سزاوار باشم، با باوری رهبریت کشور که به من این وظیفه را لایق دانستند. من همین را میخواستم پیش از همه. در فعالیت خود من کوشش میکنم که پیش از همه از ملت خود معرفی کنم، از دولت خود معرفی کنم و هر چیزی که از روی قابلیتی که ما داریم همون رو کوشش میکنیم که کنیم. این است. یک مسئله است. من بیا سوالی پس طرز دیگر تر گذارم. با آمدن شما در فدراسیون روسیه و شهر مسکو روند بهمهایی مردم تاجیکستان در روسیه زیادتر شد، یعنی مرکزتر شد نسبت به شما. برگزاری فوتبال ها، برگزاری چهاربینی ورزشی که مثلا فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینجا هست، کمیته اسپورت تاجیکستان اینجا هست، اصلا شما اینجا اشتراک کرده هستید و از خانواده شما اونجا بوده است و تحت این دیپلماتی کردستان برگزاری چهاربینی خیلی بزرگی که اینجا شده ایستادن. این یعنی چی مخفیتی است که مردم به طرف شما آمده ایستادن؟ هیچ سیری در اینجا نیست. من فکر میکنم که مردم ما تشنه بود، تشنه دیدار همدیگر بودن، تشنه وحدت بودن، تشنه همراه آمدن بودن، تشنه بودن که اونا از ملت خود افتخار کنن، از دولت افتخار کنن. شاید قوه نمی رسید یا گروه نمی رسید یا شخصیت های نمی رسیدن که مردم رو با هم بیارن. اگر ذره همون مقصدی که ما گذاشتیم، اگر هم ذره همون با هم مقصد نزدیک شده باشد، من فکر میکنم که قرض خود را در پیش ملت و در پیش وطنم اجرا کردم. و وقتی که همین خیلی شب نشینی ها میگذرن، من شعری دوستی بسیار عزیز خودم که در اینجا کشته شد و البته یادش زنده است، اسکندر خطلانی است که میگفت که پنداشتی که ریشه پیوند من گسست، در سینم هزار خراسان گفته است. یعنی که ببینید یک سخنی بسیار خوب گفتن که ما هرچند افتخار از گذشته ها میکنیم، میگویم که شخصیت های بزرگ داشتیم و میگویم که کنی آن شخصیت ها شاید یک وقتی بود و گذشت، اما در خون ما که تمدن چندین هزار ساله هست و این خون نابسته از وضعیت و از مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی سیاسی ملت بزرگی هست، چنین شخصیت ها را با پیدا میکنند. یعنی که ملت زنده است، فرهنگش زنده است، شعرش زنده است و ما باید کوشش کنیم که تمام ضدیت هایی که هست، مشکلی هایی که هست، ما یک طرف گذاریم. یعنی که بگذار مبارزه های سیاسی باشند، بگذار بحث ها باشند، اما وقتی که گپ درباره به هم آمدن ملت می رود و وقت سخن درباره معرفی ملت می رود، سخن درباره حمایه منفعت های ملی ما می رود و مستحکم کردن استقلالیت ما می رود، برای آن که دولت خود از دست ندهیم، استقلالیت خود را مستحکم کنیم، ملت خود را از دست ندهیم، ما باید همه اون بحث را یک سو گذاریم، همراه بیاییم
همراه در این شب نشینی ها باشیم. جای بحث جای دیگر است. ما آماده بحث هستیم، ما آماده صحبت هستیم. یگان رهبر، یگان دولت، یگان حکومت به کمبودی نمی شود. برای همینم بیایید درباره کمبودی ها آشکارا سخن کنیم، گپ زنیم و یک جای اون کمبودی رو اصلاح کنیم.